آغاز همه سخن سلام است، زیرا که سلام این احترام است. 22 октябри соли равон дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супидонои китоб аст оғоз гардид. Даври сеюми озмон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, донишгоҳи давлатии Хоруғ ва китобхонаи вилоятӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сурат гирифта, дар он зиёда аз 245 нафар иштирокчиён аз рӯи номинатсияҳои адабиёти классикӣ, адабиёти ҷаҳон, адабиёти муосир ва эҷоди назму наср ширкат варзиданд. گر یک نفس از زندگانی گذرد مگذار که جز به شادمانی گذرد، زنهار که سرمایه این ملک جهان عمر است و بدانسان گذرانی گذرد. маълум шуд ки баъзе аз довталабон ашъори адибони классикро на танҳо бо забони тоҷикӣ, балки бо забонҳои русиву англисӣ низ аз ёд карданд. And this was all the harvest that I reaped. I came like water and like wine I go. Тарҷумааш ба забони русӣ. Всех, кто старый, кто млад, что они не живут. В темноту одного за другим уведут. Жизнь дана нам не навек, когда нас уходили. Мы уйдем, и за нами придут и уйдут. آنان که کهن بودند و آنان که نوند، هر یک پای یکدیگر یکایک بشوند. و ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. 60 رباعی از یاد کردم، پارچه ها از داستان از یاد کردم، قصیده از یاد کردم و باز قطعه ها و اقتباس های زیادی از یاد کردم. ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را، ساعت آرام ده این ملک به آرام را. میر مجلس چون تو باشی با جمالت در نگر، خام درده پخته را و پخته درده خام را. قیل و قالی بایزید و شبلی و چرخی چه بود، کاری خیش دان اندر نور ایام را. نه بهشت از ما تهی گردد نه دوزخ پر شود، ساقیا درد شرابی ارغوانی فام را. کی دید راحت گیتی جز این که روزی 5، گذشت عمر به مهنت در این سرای سپنج. رسید با همه آسایش از سپهر ولی، به جان من نرسید از زمانه غیر شکنج. اگر سپهر امین است از زمانه منال، وگر زمانه چنین است از سپهر مرنج. گرت به مهر رسد سیت ساز و دنبک و کس، ورد ز مه گذرد غلغلی دهامن سنج. مباز ارزد سی چون پیاده مهره اگر، نی سواره فرزین از عرصه شطرنج. چه اعتبار فزایی به قدر فرصت عمر، که 10 دست چه 10 یک شماری و چه 2 5. چرا صدا زدود و بخار حرص بسر، ز پیچ و تاب حسد و از چه در شکمت قلنج. تو خود کجا شدی ای جامه و امامت راز، امامت بسری میخ و جامه در آدنج. بهل که کسی پی نمی برد شاهین، به قدر دوری این راه به پای آبله سنج. چنین گویند که در زمانهای قدیم در کدام یک مملکت همین نحس یعنی همین با مردم خیلی کمبغلی آمده بود و مردم برای همین جمع کردن پول و مال به نزد ثروتمندان می رفتند. در همین اثنا به نزد خانه یک ثروتمند رفتند که در همان مناطق از وی دیده همین ثروتمندتر کسی نبود. گویند وقتی به پشت در همان شخصیت رفتند دیدند که با غلام خیش برای یک دانیچه گوگرد به نهایت بحث و مناظره دارد و با او را همین سخنهای پندآمیز میگفته است. میگویند که همین شخصیت هایی که برای جمع کردن خیر به نزد او رفته بودند گفتند هرچند نباشه یک مرتبه تا همین جا که آمدیم یک مرتبه از همین خانه این شخص دیده میبریم و هنگامی که با او درباره خیر گفتند در حال 10,000 درهم نقد برآورده به آنها داد. یکی از آنها حیران شد و پرسید گفت چرا کنون برای همین یک دانیچه گوگرد تو با غلام خود اینقدر همین یعنی مباحثه داشته؟ گوید اگر همین هر روز یک دانیچه گوگرد اسراف کند من به شما از کجا میافتم که تا 10,000 درهم دهم؟ ولی با طلبات وی خود جواب доварони озмон баъзан вақт ба иштирокчиён барои боз ҳам дурусттар талаффуз кардани калимаҳо ва тарзи дурусти қироати шеър ирод мегирифтанд ва ҳатто ба онҳо тавсияҳо низ медоданд. ادبیات کلاسیک طلبات دیگر دارد. هر چقدر بیشتر دانید میگوید برای شاعر شدن 30,000 بیت از کلاسیکان، 10,000 بیت از معاصران. حالا اگر شما اگر من ادبیات کلاسیک پر دانید
انا با شاعری خیلی به قوت میشوید. چو شاپور بنشست بر جای ام، از ایران بس شاد و چند دژم. چنین گفت که نامور بخردان، جهان دیده و رایزن موبدان. بدانید کان کس که گوید دروغ، از آن پس نگیرد بر ما فروغ. دروغ آزمایه نباشد ز رای، که از رای ماند بزرگی بجای. همان مردم سفله را دوست دار، نیابی به باغ نیابی به باغ اندرون جو مکار. یادآور می‌شویم که در این دوره عثمان داوطلبان از شهر خوروغ، ناحیه‌های روشن و درواز و ونج شرکت ورزیدند. آرزو من دیدی یاری خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چه دانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از راه کرم روز نپرسیدی که چیست، حال زار مستمند مانده از ما دور غریب. در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال، واو غریبی واو غریبی واو غریبا واو غریب. این سمک یار درباره بچه است که آن بسیار بچه هوشیار می باشد که او سمک نام دارد. سمک یعنی وقتی که قبیله ها با هم جنگ می نمایند، پهلوان را یعنی پادشاه به پهلوان ضرورت دارد که آن پهلوان نهایت پرقوت باشد. آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا، گویی زبون نیافت زگیتی مگر مرا. در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم، صبر همی براید ذهن و بصر مرا. گویم چرا نشانه تیری زمان کرد، چرخی بلند جاهلی بیداد در مرا. گر در قیاس فضل بود مرد را خطر، چون خار و زار کرد بسیم بی خطر مرا. گر در قیاس فضل بگذشتی مدار در، جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا. خبرت هست که از این زیر و زبر شون غزان، نیست یک پایی که ز خراسان نشد زیر و زبر. خبرت هست که از هرچی در او خیری بود، نیست در وی که همه شد زیر و زبر. در همه ایران امروز نمانده است اثر، بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته مسلمان زیور. با هر یک اشتراکچی از جانب اعضایان حکمان سوالهای گوناگون پیشنهاد می‌گردد و هر یک داوطلب کوشش می‌کند تا به سوالها جواب درست گرداند. از دیدن نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن کن. خود دجله چونی گرید صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. بینی که لبی دجله چون کف به دهان آرد. آفرین شوگر، دجله چه است؟ یعنی دجله نام یکی از دریاهایی است که در عراق جایگیر است. هان چه است؟ هان یعنی خطاب کرده است که هان هی عبرت بین. یعنی هان پس چه است؟ خطاب هی یعنی هی گفته است. مرا بیسود و فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لابد. شاهزاده دلاور خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به نام صدرالدین عینی از ناحیه درواز می باشد. او علاقه سال دوم است که در این آزمون اشتراک می کند. سال گذشته تا دور ولایتی آمد ولی به دور جمهوری راه خط نیافت. امسال باشد با تیاری جدیدتر آمده است و می‌خواهد غالب عثمان شود. بود جهان همیشه چو چشمه است که گرد و گردان است، همیشه تابو و دایش گرد و گردان بود. همان که درمان باشد به جای درد شود، و درد همان کس نخواست درمان بود. کهن کند به زمان همان که خلقان بود، و نو کند به زمان همان که خلقان بود. بس شکست بیابان بود و باغ خورم شد، و باغ خورم همان که شکست بیابان بود. آفرین. دوشینه کجا رفتی و
مهمانی کی بودی؟ دل به تو بجان بود تو جانانی کی بودی؟ این غصه مرا کش که غمخواری گی کشتی، وین درد مرا سوخت که درمانی کی بودی؟ با روی چوم شمع شبستانی کی بودی؟ ای دولتی بیدار به پهلوی کی خفتی؟ وین شمع گریزنده به فرمانی کی بودی؟ شوره به دل سوخته افتاده بفرما، امشب نمک سینه شاگرد آفرین داستان چند بیت زود کردی؟ 500 مصرع. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویم رو زین در و سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی این درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آب آرز عکسی ریت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لالت نپرهیزم به دوری آن دو چشم، پیشی مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم برایت تا نظر باز آمدم، پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ما خیز و در رقص و کمال، حالتی وجدی ریایی خوش نمی آید مرا. گل در بر و می در از میان 245 نفر داوطلب همگی 55 نفرشان به دور جمهوریوی رخصت گرفتند. از این شماره 25 نفر را خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، 29 نفر دانشجویان و 18 نفر را شخصان گوناگون کسب تشکیل می دهند. مجلس ما ماه رخ دوست تمام است، در مذهب ما باده حلال است ولیکن بیروی تو ای سرو گلاندام حرام است. از چاشنی قند مگو هیچ ز شکر، زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است.